به نام خدا. در خدمت آقای آذرپاد هستیم با مشکل کمردرد و دیسک کمر اومدن. خب آقای آذرپاد بفرمایید مشکلتون چی بود؟ راستیتش من کلاً از پای راست فلج بودم. اینطوری بود که به زور می اومدن. الان جلسه دهمه که زیر نظر حکیم سالی و حکیم سلیمانی هستم که بابت این دیسک کمر 6 تا 7 تا هم دکتر رفتم که به گفتن 100% عمل، ولی باز که با مشورت حکیم سالی اومدم خدا رو شکر من جلسه 4 که کلاً درد کمر و بی‌اسی که داخل پای راست هم بود که زده بود به زیر انگشتای پام که دیگه مشکلم خدا رو شکر میتونم با جرأت قسم بخورم 70% حل شد. حالا انشالله یه 5-6 جلسه دیگه هم دارم، اگر اونا که اوکی بشه دیگه به دستور دو تا حکیم عزیز یا ادامش میدیم یا دیگه پایان کار رو اعلام میکنیم. سلامت حکیم سالی و حکیم سلیمانی هم دستتون درد نکنه، انشالله که موفق باشین و سلامت باشین. میرم که دیگه خیال همه رو راحت باشه. من طوری بود که اینجوری راه میرفتم، ولی الان خدا رو شکر دیگه جادم قشنگ راه میرم. این یکم هم مال ترسه جادتون ترس دارم که چیزه. خب حالا بشین انگشتای پاتم که فلج شده بود تو حرکت بدی حرکت بده. انگشتا پام به زور تا اینجا میرفت، ولی الان خدا رو شکر تو چند جلسه پات درست شد؟ داخل 4 جلسه. یه جلسه اول چی بهش میگن حجامت بود، 3 جلسه بعدش هم دیگه طب سوزنی اگر اشتباه افتاده باشه طب سوزنی درست. خدا رو شکر. دست شما درد. ممنون از حکیم سالی.